کاش کرم بود که هم پوست صورتمو نرم و لطیف میکرد، هم برای بدنم مناسب بود که لازم نباشه همش چند تا محصول رو با هم بخرم. منم این مشکل رو داشتم تا زمانی که پیراوا رو پیدا کردم. کرم پیراوا دقیقاً همین کاربردو داره. یک کرم همه کار است که هم برای پوست صورت، هم بدن و هر قسمتی از بدن که بافت خشکی داره یا نیاز به تقویت داره میتونی استفادهش کنی. ترکیباتش رو میخوای؟ ژل رویال یا همون شاهنگبین که برای تغذیه و بازسازی پوست فوق‌العاده است. همینطور کلی مواد معدنی داره که روند کلاژن سازی پوستت رو فعال میکنه. یعنی پوستت کم کم دست به کار میشه و خودش رو ترمیم میکنه و باعث میشه پوستت کلی لیفت بشه. این کرم سرشار از ویتامین های A، B، C، D و E و هیچ ماده مضر شیمیایی نداره و 100% طبیعیه. خیلی زود جذب میشه و اصلا نیازی به ماساژ طولانی نداره. کافیه یک کوچولو از این کرم رو روی پوستت بزنی و تمام. برای استفاده روزانه مناسبه، اما بستگی به نیاز پوستت داره. چون ارگانیکه بهتره توی یخچال نگهش داری. اگه پوست خیلی نازک و حساسی داری، اول یک کوچولو ازش رو تست کن. پیراوا یه محصول مراقبتیه، نه دارویی درمانی. ما قول درمان نمیدیم. اما اگه یه روتین پوستی سالم و بی‌نظیر میخوای، من بهت پیراوا رو پیشنهاد میدم. برای تهیه این محصول حتما با کسی که این ویدیو رو برات ارسال کرده در تماس باش.